بیننده‌های عزیز، سلام مجدد، خوش آمدین. ادامه برنامه عصر علیوا هست و تشکر از توجه شما. مهمان داریم جناب آقای محمد ابراهیم رحیمی، از جمله اولین افرادی که درخت پالونیا را در افغانستان آوردن. امروز در برنامه حضور دارن و درباره خود درخت پالونیا قراره برای ما در این بخش برنامه معلومات بدن. چگونه درختیه، چه مزایایی داره، آیا آب و هوای افغانستان و هرات مناسب کاشت و بالاخره برداشت این درخت هست یا خیر؟ در ادامه صحبت آقای رحیمی خواهیم دانست و خواهیم شنید. سلام، خسته نباشین، خوش آمدید. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما که ما از صفحه تلویزیون جهانی اصلاح بیننده هستند. خوش آمدین، تشکر از شما. سلامت باشین آقای رحیمی عزیز. درخت پالونیا شاید از جمله درختایی باشه که خیلی از دوستان نام رو شنیدن یا خود از اون در رسانه‌ها و یا تصویر رو دیدن و بعضی هم حتی شاید نشنیده باشن، ندیده باشن. خوبه که اول خود درخت پالونیا رو معرفی بکنین. چگونه درختی؟ درخت پالونیا درختیه که سریعترین درخت جهانه که در یک سال حدود 6 متر، یعنی سال اول 6 متر رشد میکنه. درخت پالونیا حدوداً 2 سال میشه که وارد افغانستان شده. در جمله کسایی بودن که اولین کسایی بودن که این درخت رو وارد افغانستان نمیدن که سال قبل بوده، یعنی تا حالا درخت پالونیا به افغانستان وجود نداشته و پارسال که وارد افغانستان که نتیجه خوب از این گرفتیم و حدود 6 متر تا 5 متر تا 4 متر رشد نموده و امسال روی از این بیشتر کار میکنیم. بسیار خب. برای چی استفاده میشه؟ چه کاربرد داره درخت پالونیا؟ درخت پالونیا انواع مختلف داره. یک نوع از او چوبیه و یک نوع تزئینیه که در خانه ها به بیس تزئین و گل، چون که اینا گل میکنه، و یک نوع صنعتی اینه که از چوب از استفاده میشه. چوب های صنعتی برای مبل و فرنیچر و دیگه هر لوازمی که از چوب ساخته میشه، چون که چوب خیلی سبک و یک چوب محکم داره که برای استفاده برای مبل و اینا خیلی مناسبه. بسیار عالی. از کدام کشور وارد کردین؟ از کجا وارد کردین؟ برای اولین بار ما سال قبل ما شرکت بخش انقوزه کار میکنیم. یک از دوستامون به ازبکستانه که ما کار انقوزه باید انجام میدیم. سال قبل به ما این معرفی کرده که اگه درخت ما به اینجا داریم، اگه ما این تخم از یا مو قلمه از این برای شما روان کنیم، برای نمونه تن یک چند هزار قلمه برای ما روان کن. حدود 6000 قلمه برای بار اول ما وارد کردیم، بیاوردیم و او داخل گلخونه بعدی پرورش داده شد و تحت نظر از اونا ما داخل گلخونه اینا پرورش دادیم و بعداً به زمین انتقال دادیم. دیدیم واقعیت رشد سریعی داره و بعداً دوباره درخواست دادیم، دیگه هم خریداری کردیم و بازار هم ارزان بودیم پارسال، سال پیش، و شرکت های دیگه هم بودن که کار میکنن و مالی هم هستن و سال پیش هم بودن. نتیجه از کشور ازبکستان آمده اول. بسیار خوب. یعنی از جمله گیاهایی که زود نتیجه میرسه. بله، رشد سریع زیاد داره. بسیار خوب. یعنی با چی مدت بعد از کاشت تخم از او برداشت صورت میگیره؟ برداشت از چوب از اینه دیگه مسئول خاص نداره و بلگزی هم در سالانه برای حیوانات استفاده میشه. بلگزی هرچه درخت که رشد میکنه بلگزی انداخته میشه برای حیوانات، یا این بلگزی کت میسازن. چوب از او بعد از چند ماه؟ بعد از 5 سال. بعد از 5 سال حدوداً 25 متر تا 20 متر رشد میکند که قطر از او 70 الی 60 سانتی متره. یعنی به سالهای اولی هم امکانه برداشتم و چوب از او هست یا نه؟ چوب از او چون که قطر از او کمه، با اون خاطر رو نگاه میدن تا 5 سال نگاه میدن که قطر از او زیاد شه. بسیار خوب. یعنی بعد از 5 سال باز نتیجه اینقدر زحمت و صبر و حوصله داره یا نه؟ بله، به خاطر از اینکه یک چوب هست که برای هر کار استفاده زیاد داره و چوب خیلی تمیز، چوب سفیدیه و خیلی محکمه و حتی پوش این درخت هم که اصلا ناسوزه. یعنی در مقابل آتش سوزی اونا جنگل بسازی، آتش سوزی مقابل پوست از این ناسوزه. بسیار خوب. یعنی ویژگی‌های زیادی داره. ویژگی خاصه داره. خیلی عالی. آقای رحیمی عزیز و گرامی، چقدر حالا در افغانستان با گیاه آشنا، با تخم ازی و یا هم با نام ازی درخت آشنایند؟ زیاد مردم به نام ازی آشنا نیستند، چون که سال قبل وارد افغانستان شده. امسال تبلیغات زیاده، مردم چون که یک چیز جدیدیه و این
هیچ درخت تا به این اندازه رشد نشه. یک سال که از قلمه از این اندازه نهال این 2 هفته به این اندازه رشد کرده. نهال که به این اندازه باشه بگن به یک سال 6 متر زیاده باور نمیکنم. و بعضی کسایی که سال قبل کش کردن و یا بیامدم گلخونه ها ما دیدم، زمینایی که ما پارسال کش کردیم بدیدم باور کردن و مردم واقعا تا روز بزی کش نبردن هنوز. بسیار. پس درخت نوپاییه دیگه. بله. البته در افغانستان. بله در افغانستان، در کشورهای دیگه که از سالهای قبل روی از این کار میکنن. حتی افغانستان واردات چوب از زیر داره، برای شرکت‌های صنعتی میآید. تمام این مبل و فرنیچر که به افغانستان ساخته میشه از چوب درخت پالانی آید. اما کمتر فکر ازی شدن که خود از این درخت تولید نکردن. و وقتی که خود درخت موجود باشه در شهر ما، در کشور ما، دیگه مصارف هم کمتر میشه، نیازی به واردات انتقال از هزینه انتقال از مال زیاد میشه و هم این درخت به هزینه خیلی پایین خریداری میشه. یک قلمه از 50 افغانی در بازار ما خود به فروش میرسه این روزا. این قلمه ای که 50 افغانی بعد از 5 سال یک درخت 25 متریشه، ببینید چی، حتی به جمع چوب صنعتی نفروشیم، به جمع ایزوم از اون استفاده کنیم. ایزوم زیاده برای سوخت و اینا استفاده میشه. بسیار خوب. آقای رحیمی، آیا مثل سایر درخت‌ها، سایر گیاه‌ها نیاز به توجه و نگهداری داره؟ یعنی پالیسی و پروسه از این چگونه وقتی تخم از این کاشت میشه یا قلمچه از این کاشت میشه چقدر نیاز به توجه داره؟ در سالهای اول که هست، سال اول که این قلمه از خود ما داخل گلخانه پرورش میدیم. قلمه یک چوب خوردیه که این ما در زیر پلاستیک اینا در داخل گلخانه اونجا جابجا میکنه و این بدن سبز میکنه که بعد از 2 هفته به این حالت رسیده. سال اول توجه زیاد لازم داره چون که این ضعیفه خیلی و حشرات اینو بلگا از خراب نکنه، ریشه از خراب نکنه، توجه زیاد لازم داره. بعد از اینکه سال اول بلازی تیر شد، در سالهای آینده زحمت آنچنان نداره. بعد از 2 سال در مناطقی که آب به 10 متری یا 12 متری باشه آب لازم نداره چون که ریشه از تا 5 متری 6 متری به زمین فرو میره، اصلا آب لازم نداره. بسیار خب. پس من همیشه گفت درختی که اون قلمچه از او کاشته میشه، شما حتی اگر کمترین توجه و خیلی توجه کم بکنیم باز هم به شرط صبر بکنیم نتیجه میده، ثمر میده. یک خوبی که داره چون که این روی یک خط مستقیم حرکت میکنه. حال نیه که مثلا یا کج یا مثل درختای دیگه که ما دیدیم کج و این درخت هست روی یک خط مستقیم و بلگ و اینا زیاد نمیکنه، فقط اون خود تنه از اونه، تمام انرژی از این بالا اون تنه بدنه از اون مصرف میشه و در داخل تمام زمینا میشه کش کنه و بین زمینا اون زمینی که باقی میمونه میتونه دیگه کشت انجام بده، در یک زمین 2 کشت انجام بده. بسیار خوب. اما یکی از مشکلاتی که بالاخره در بین مردم ما هست این بحث کم صبری و کم حوصلگی. دوست دارین هر گیاهی، هر درختی که کاشته میشه زود نتیجه بده، زود حاصل بده، توجه زیاد نماسته باشه و همین سبب میشه که کمتر سراغ چنین درخت‌هایی رفته باشه. درخت که هست، تمام درخت‌های میوه یا درخت‌های که غیر میوه اینا به زودی بزرگ نمیشه. یعنی شاید 5 سال 6 سال بعد ما یک باغ اگه خواست بسازیم 5-6 سال صبر کنیم تا این درخت‌ها از این بزرگ شه. اما این درخت خوبیه، مناسبیه که برای تزیین داخل باغ یا مثلا خانه که چون که رشد سریع میکنه. بیشتر کسا برای فروش چوب از استفاده نمیکنه، مثلا به داخل باغ برای سرسبزی و همون گل که میکنه. خوبی دیگه داره که این سالانه در 2 ماه سال اول نه سال دوم که سبز میکنه گل داره و زنبورای عسل میتونه از گل از استفاده کنه، بهترین عسل تولید کنه. بسیار خوب. یعنی نه تنها که خود از استفاده میشه بلکه زنبورای عسل هم منابع مستفید میشن. نمونه ای که آوردین گفتین که بعد از 2 هفته به حالت میرسه. بله، این ما 2 هفته قبل چوب‌های خشک بوده که ما از ریشه از درخت‌های پای مادری بوده که ما این انتقال دادیم و این داخل گلخونه پرورش دادن که بعد از 2 هفته بی اندازه رسیده. باز بعد از چه مدت باید که از داخل از گلدان برداشته شه یک محیط بزرگتر فراختر به همین اندازه که برسه این انتقال بدن، چون که داخل گلدون پلاستیکی که هست ما داخل پلاستیکایی رو جابجا میکنیم و اون خود ریشه از اون زیاد میشه
باید انتقال داده شه و زمانی که به زمین انتقال داده میشه رشد از این روزانه میبینیم که بزرگ شد درخت، روز به روز تغییرات وجود میاد. بله آقای رحیمی، آیا در این روزها و یا هم از زمانی که معرفی شد آمد درخت پولونیا در هرات در افغانستان، به چی تعداد افراد علاقمند میآیند که حالا در این باره معلومات کسب کنن و یا بخوایم که قلمچه از اتاق مردم بردارن و بکارن؟ برای معلومات زیاد اشخاص میان معلومات از این میگیرن. بعضی کسا حالا فعلا کسایی که روی کشتای اقتصادی که کار میکنن، از قبلا کار میکردن، مثل زعفران و عنقوزه اینا کار میکردن، ای به روی از هم زیاد توجه میکنن، به خاطر که از این مفاد کشتای جدید رو بدیدن، کشتایی که بعد از مدت طولانی با حاصل میشینه، اونا مفاد از اون بدیدن، به روی از زیاد کار میکنن فعلا. بسیار خوب. یعنی بستگی به دید افراد داره. اگر دید اقتصادی داشته باشن، یعنی صبر و حوصله داشته باشن، میآیند سراغ از این گیاه. بعض اشخاص هست فقط داخل خیریات یا داخل خود شهرمون فقط به فکر از اینه که امروز یک گندم پاشتیم و فردا حاصل از اینو برداریم. به فکر از اینه که مثلا یک درخت یا مثلا یک نهال پسته یا عنقوزه یا یک زعفران که بکارم سالهای طولانی حاصل از این بگیرم و همیشه آینده از اونا یک درخت که بکنم بعد از 100 سال حتی اطفال از اونها یا نبیرا از اونها میتونه از این درخت استفاده کنه، به خاطر از اینکه این درخت زمانی که کشت میشه دیگه خرابی نداره، هرچی اون درخت انداخته شه باز یک جست جدید سبز میکنه. یعنی تو هر کس به اون باغ و اون زمینی که کشت شده جنگل بسازه یه همیشه سبز میمونه اون جنگل. بسیار عالی، بسیار خوب. پس دقیقه به دقیقه لحظه به لحظه متوجه ویژگی‌ها و خوبی‌های زیاد از این درخت و گیاه میشیم. چرا در تبلیغات میشه به نحوی برای آگاهی مردم، خاطر از اینکه بفهمن، بدانن و آگاهی حاصل کنن، بیاین سراغ از این؟ خودمون تبلیغات زیاد داریم، از بازاریابای داریم داخل شهر که این تبلیغات میکنم، از صفحات مجازی تبلیغات زیاد داریم و مشتریایی که قبلا ما از عنقوزه و زعفران داشتیم بدون تماس میگیریم و این درخت بدون معرفی میکنیم. تبلیغات به اندازه زیاده میشه. شرکت‌های دیگه هم هست که تبلیغات انواع مختلف ایجاد کردن، تبلیغات میکنن، در حال تبلیغات هست. بسیار خوب. پس به نحو آمادگی ها برای معرفی و آگهی دهی درباره این محصول جدید هم وجود داره و هست. در سالهای آینده بیشتر میشه، به خاطر از اینکه هر کسی گیاه میبره و در اون منطقه مردم افراد زیاد او رو میبینن که این درخت میگه این پارسال که این درخت خورد بود و بزرگ شده و همون خاطر سالهای آینده مشتری زیادتر جذب میکنه. من فکر میکنم همگی منتظر نتیجه فرد دیگه هستن، میگن شما که کاشتیم باشه ببینیم چیکار شد، شما چند سال صبر کردیم ما کدام نتیجه میده یا خیر بعدا اقدام میکنیم، کمتر ریسک پذیریم. بله. و این خود سبب میشه که اصلا نریم به سراغ. بله، بیشتر کسا به خاطر از اینکه میترسم میگم هزینه بیام این هزینه کنم و شاید این به او اندازه که اینا تبلیغات میکنن شاید نباشه، چون که واقعیت شرکت‌های زیاد داخل شهر شده که مثلا گیاه دیگه مثلا میام معرفی میکنن که این تا ارزش اقتصادی داره و بعد کسا بیامدن هزینه بالای هنگفت اونجا بیامدن سرمایه‌گذاری که تمام هیچ نتیجه نگرفتن و همون خاطر مردم زیاد از این حادثات میترسن. بسیار خوب. پس انشالله که نتیجه از این نتیجه خوبیه و نتیجه خواهد داد و خوبه که عزیزای ما که در بخش کشتای اقتصادی فعالیت دارن کار میکنن کم کم دید از اونا بازتر بشه در این عرصه، چون هر حاصل، هر برداشت خوبی که موفقانه برداشته بشه برای خود از اونا تنها نه بلکه برای جامعه برمیگرده دیگه، از لحاظ اقتصادی از لحاظ صنعتی همگی به کار میفتن. این اگه خوبی دیگه هم که داره گیاهی دیگه که مثل عنقوزه یا زعفران یا گیاهی دیگه که ما کش میکنیم دیگه داخل خود افغانستان مصرف نداره، او انتقالات میشه، اگر خریدار یا مثلا انتقالات صورت نگیره ارزش پایین میاد. این که اصلا چوب ازی چوب صنعتی حداقل دیگه خریدار چوب صنعتی از کشورهای دیگه نیه و یا مثلا اگر چوب صنعتی را از استفاده نکنه به جمع ایزوم میتونه از استفاده کنه، ایزوم از استفاده کنه. سپاسگزاریم از شما آقای رحیمی. اگر کدام حرف صحبت باقی مانده باشه پیام گفتنی داشته باشین در خدمت. تشکر، دست شما درد نکنه، بخیر باشیم.
قربان شما. تشکر جناب آقای محمد ابراهیم رحیمی، از جمله اولین افرادی که درخت پولونیا را در افغانستان آوردین. انشالله که اقدام خوبی است و گام مثبتی است. امید افغانستانی آباد و مترقی در تمام بخش‌ها. تشکر از شما و سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز و گرامی که برنامه عصر علیوار امروز سال از تأخیر دنبال کردین، تعقیب کردین و با نگاه‌های گرم و مهربان و صمیمانه خود با ما همراه بودین. امیدوارم از بخش‌ها، صحبت‌ها و محتویاتی که امروز در برنامه تقدیم حضور شما شد مستفید شده باشیم و ما هم ناگزیریم از حضور شما مرخص بشیم. شب و روز شما خوش. الله حافظ و نگهدار شما باد.